بعد تمام اینا همه این چیزا به کنار، یه سری اتفاقایی افتاد، یه سری حرکتایی نشون داد که اصلا باورتون نمیشه که این آدم اونیه که شما تو اینستاگرام میبینید. این آدم اون آدمی، اون چیز لوکسی که میبینید، اون چیز ترتمیزی که میبینید، نمیدونم انقدر این دو نفر کثیف بود، از کثیف 180 درجه اونوری کنید همه چیو. اصلا نمیتونم در حدی که وایسای تمام چیزی که دارم بهتون میگم همه چی وایسای من هستش، در حدی که بهش حتی برادرشم بود شب یلدا، حتی تو وایس من بهش برگشتم گفتم که فلان کارو کرد دوسته، برادر برگشت گفت چی؟ برگشت گفتش که زشت نیست دو نفر غریبه اومدن خونه داری این کارو میکنی. حتی من این وایس رو دادم چی جواب من داد؟ گفت من احساس صمیمیت کردم. من صمیمیتی با کسی نداشتم که کسی بخواد که یه حرکت زشتی از دهنش نمیدونم یه حرکت خیلی زشتی بخواد در بیاره. که حتی پیشنهاد خودش بود که با ماشین من بریم، ترسید یه ذره هزینه‌اش بزنه بالا، پول بنزین رو تمام گرفت. من به عنوان کسی که حتی چه مهمانم باشه چه کاری باشه کسی با ماشین خودم ببرم پول بنزین رو ازش نمیگیرم. به نظر من خیلی هر سفاری میستادی میگفتش که پول نقد